آقا این روز آخر دیگه 3 دسامبر همینجور دارم 4 تا نگاه میکنم. خودم میگم کار نکن، خودم هم واقعا کار نمیکنم. میدونیم الان هدف کار نیستا. اومدم بگم حال دلت چطوریه تو این وضعیت. شغل خوبی داریم، جدی دارم میگم. یعنی اگه قبلا میگفتم روزی 20 تا، الان روزی 10-15 تون بزنی پول خوبی در میاری. ولی الکی ترید نکن، مالتو مفتت دست نده. جدی دارم بهت میگم. سعی کن سالی که داره میاد فاندتو ببری بالا. حیفه، واقعا حیفه. ببین اومدم نگاه دارم میکنم، یوتیوب داشتم میگشتم. روز آخره، چرا مثلا الان بیا نگاه کن همین الان بزنم چیزی که مثلا شادو خور بکنه نکنه، نمیدونم اینا اصلا الان این بالانسه مارکته. خب میگم که میدونیم حال دلمون که خرابه، حداقل خودت یه کاری نکن که حال دلت خراب شه. یه استراتژی برای خودت بساز، یه امسال خوب کار کن. هیچی نمیشه با خوب کار کردن، هیچی نمیشه، هیچ چیت نمیشه. نگاه کن موقعیت داد میگیری، نداد هیچی نمیشه. استراتژی داشته باش. جدی دارم بهت میگم، الکی اسکلپ نکن. اما منی که اسکلپر بودم دارم بهت میگم. قبلا من میگفتم مثلا 200 تا 300 تا 500 تا پول چیزی نیست. الان همونم اگه ریل داری باید دو دستی بچسبی بهش. جدی دارم بهت میگم. کار نکن مثل من حالا نمیدونم فیلم ببین، یوتیوب بگم من یوتیوب باز خوبیم. یه چنین کارایی بکن، تموم بشه هفته دیگه خوب کار کن. ولی الان تو این اوضاع دیگه باید ارزش برای خود قائل باشی. الکی کار نکن.